فرزندی که بی ناموس و بی عار شود، وقتی پیری پدر و مادر او خوار شود. پدر از خدمت فرزند نباشد راضی، در دو عالم به غم و غوسه گرفتار شود. چون اویس قرنی خدمت مادر بینما، که ترا لطف خدا در دو جهان یار شود. نیست مقبول خدا طاعت هر عاق پدر، جای او روزی جزا دوزخ پرنار شود. پدر و مادر اگر راضی شود از فرزند، دان شفاعتگری او احمدی مختار شود. هر کسی دانه نپاشد اگر در وقتش، روزی سختی او به یک دانه جو زار شود. ای کریمی بینما پیران را بجا، که ز فیض دعا نخل تو پر